لوگو قراره توی ذهن مشتری بمونه، پس قرار نیست کار عجیب غریبی انجام بدیم. در خیلی موارد دیده میشه که لوگوهایی که توسط همکارا بعضن دیزاین میشه خیلی شلوغ پلوغه، خیلی پراکنده است و اصرار دارن بیزینس‌ها که تمام خدماتشون رو به نحوهای مختلف توی این لوگو بگنجونن. لوگو از طرفی نباید شلوغ باشه، از طرفی هم نباید خیلی ساده و خلوت باشه. لوگو باید یک تصویر مختصر و مفید باشه که هم بتونه در ذهن مخاطب بمونه و هم یک معنا و مفهوم درست و متناسب با استراتژی داشته باشه. لوگو باید در عین سادگی معنا و مفهوم مد نظر شما رو درست به مخاطب منتقل کنه یا اینکه درست با مخاطب ارتباط بصری برقرار کنه. مخاطب اگر لوگو رو نتونه تشخیص بده، نتونه بفهمتش، نتونه درکش بکنه، نه تو ذهنش میمونه و نه میتونه به خوبی اون رو یادآوری بکنه. این رو در نظر داشته باشید که لوگو همیشه قرار نیستش که یک تصویری جلوی چشم مخاطب باشه، چند ثانیه بمونه، ما تبلیغاتمون رو انجام بدیم، حرفمون رو بزنیم، بعد مخاطب به این فکر کنه که لوگو رو به خاطر بسپاره یا نه. در خیلی مواقع شما لوگو رو در بیلبورد تبلیغاتیتون استفاده کردید. در خیلی مواقع شما لوگو رو در سردر مغازه‌تون استفاده کردید که مشتری یا مخاطب در چند صدم ثانیه از جلوش رد میشه. یعنی شما بعضی وقتا چند صدم ثانیه فرصت دارید که لوگوتون رو در ذهن مخاطب میخکوب کنید. اگر لوگوی شما به درستی دیزاین نشده باشه، اونجا خیلی حرفی برای گفتن نخواهید داشت. اونجا خیلی اتفاق زیادی نمیفته.